One story. مقدمه درس سیوم. مسیحیان و کتاب مقدس کلام خداوند. کتاب مقدس کلام خداست. برکت بزرگترینی که خدا به همه مسیحیان یعنی به فرزندان خود داده است این است که کتاب مقدس کلام خداست و این کلام در دست ماست. در کتاب مقدس تاریخ، اخلاق، فلسفه، طب و علم موجود است. اما کتاب مقدس برای این گونه دانش‌ها نوشته نشده است. اگر کس می‌خواهد تاریخ، اخلاق، فلسفه، طب یا علم آموزد، کتاب‌های دیگر برای این مقصد مناسب‌ترند. ما نباید کتاب مقدس را برای جستجوی شوق و منفعت شخصی بخوانیم. کتاب مقدس حکایه خدا، محبت او و عیسی مسیح است. پس خواهش خدا نسبت قوم خود چیست که او آن را توسط کلام خود کتاب مقدس آشکار کرده است؟ یکم، خدا را شناختن است. کتاب مقدس میگوید و خداوند را خواهیم شناخت و برای شناختن او جد و جهد خواهیم کرد. ظهور او مثل شفق صبح است و او نزد ما مثل باران آخر بهار که زمین را سیراب میکند خواهد آمد. کتاب مقدس میگوید زیرا که من مرحمت را خواهان هستم و نه ذبح را و شناختن خدا را بیشتر از قربانی های سوختنی. دوم، خدا را دوست داشتن است. کتاب مقدس میگوید پس ای اسرائیل بشنو و سعی و کوشش نما که آنها را به عمل آوری تا که برای تو نیکو باشد و شما بسیار افزون شوید در زمینی که شیر و عسل در آن جاری است، چنان که خداوند خدای پدرانت به تو گفته است. بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خدای یگانه است. سیوم، خدا ترسی داشتن است. کتاب مقدس میگوید خلاصه سخنان کاملا فهماست. از خدا بترس و احکام او را رعایت نما، چون که همه چیز برای آدمیزاد از همین عبارت است. زیرا که هر عمل را خدا به داوری خواهد آورد، هر عمل نهانی را نیز، خواه نیک باشد خواه بد. چهارم، به خدا اطاعت کردن است. کتاب مقدس میگوید و سموئیل گفت آیا برای خداوند قربانی های سوختنی و ذبح ها آنچنان مطلوب است چنان که شنیدن آواز خداوند؟ شنیدن آخر از ذبح خوبتر است و گوش انداختن از چربوی قوچقاران. زیرا که بی اطاعتی مثل گناه جادوگری است و مقابلیت مثل بت پرستی. از بس که تو کلام خداوند را رد کردی، او نیز تو را از پادشاهی رد کرد. پنجم، حیات مقدس داشتن است. کتاب مقدس میگوید و خداوند به موسی سخن رانده گفت به تمام جماعت بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو مقدس باشید، زیرا که من خداوند خدای شما قدوس هستم. ششم، خدا را در خاطر داشتن است. کتاب مقدس میگوید و آفریننده خود را در ایام جوانی خود در خاطر نگاه دار، پیش از آن که ایام بدی بیاید و سالهای فرا رسد که تو بگویی مرا از آنها حلاوت نیست، پیش از آن که آفتاب و روشنایی و ماه و ستارگان تاریک شوند و بعد از باران ابرها برگردد. کتاب مقدس میگوید پیام‌های پیشینه را از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا که من خدا هستم و خدای دیگر نیست و امثال من نیست. هفتم، با خدا همراه بودن است. کتاب مقدس میگوید با چه چیز به حضور خداوند بیایم و پیش خدای تعالی تعظیم نمایم؟ آیا با قربانی های سوختنی، با گساله های یک ساله به حضور او بیایم؟ با تو ای آدمیزاد گفته شده است که چه چیز نیکوست و خداوند از تو چه چیز را طلب میکند، یعنی فقط این را که از روی انصاف عمل نمایی و مرحمت را دوست داری و در حضور خدای خود با فروتنی راه روی. هشتم، روح شکسته و روح فقیر داشتن است. کتاب مقدس میگوید قربانی های دلخواه خدا روح شکسته است. دل شکسته و ذلیل را تو ای خدا خور نخواهی دید.
نهم، توبه کرده به سوی خدا برگشتن است. کتاب مقدس میگوید ولی الحال نیز خداوند میگوید با تمام دل خود با روزه و گریه و نوحه سوی من رجوع نمایید و دلهای خود را چوک کنید و نه لباسهای خود را و سوی خداوند خدای خود رجوع نمایید، زیرا که او کریم و رحیم، صابر و پر از احسان است و از بدی پشیمان می شود. وقتی که ما کلام خدا را چون حیات عزیز داشته با آن مبارزه می بریم، آنگاه کلام خدا در دلها و در حیات ما عمل می کند. یکم، به ما کمک می رساند تا گناه را مغلوب کنیم. کتاب مقدس می گوید به چه وسیله جوان راه خود را پاکیزه می دارد؟ با نگاه داشتن خود موافق کلام تو. با تمام دل خود طالب تو شدم. مرا نگذار که سهو کرده از احکام تو سر تابم. سخن تو را در دل خود نهان داشتم تا که پیش تو خطا نکنم. دوم، حکمت می دهد تا نجات پیدا کنیم. کتاب مقدس می گوید و از کودکیت نوشته های مقدس را می دانی که می توانند تو را حکمت آموزند برای نجات یافتن به وسیله ایمانی که در عیسی مسیح است. سیوم، برای آموزش، مذمت، اصلاح و هدایت برای عدالت فایده‌ناک است. کتاب مقدس می گوید تمام نوشته ها از روی الهام الهی است و برای آموزش، برای مذمت، برای اصلاح، برای هدایت، برای عدالت فایده‌ناک است. چهارم، همچون مرد خدا کامل می گرداند و به هر عمل نیک مهیا می سازد. کتاب مقدس می گوید تا که مرد خدا کامل گردیده به هر عمل نیک مهیا باشد. علاوه بر این توسط کتاب مقدس که کلام خداست به فرزندان خدا منفعت‌های روحانی زیرین داده می شود. یکم، ما می توانیم ترسی را که از عذاب و عقوبت و مشکلی ها می آید غلبه کنیم، زیرا توسط کلام خدا در راه افتادگی و ناامیدی امید پیدا کرده می توانیم. دوم، ما می توانیم مغروری را ترک کرده هر روز خاکسارانه به خدا نگریم و فیض و محبت خدا را در دل نگاه داریم، زیرا توسط کلام خدا ما می توانیم هر روز گناهکار بودن خود را به یاد آورده درک نماییم. سیوم، ما می توانیم از تنبلی رها شده پیوسته دل خود را به دل خدا روانه سازیم و به خدا نزدیک شویم، زیرا توسط کلام خدا می توانیم از عادت و دلگیری روحی دست کشیده همچون غلام صادق محبت اولین و دل اولین خود را نگاه داریم. ولی چرا مسیحیان این کلام حیات را نگاه داشته موافق آن زندگی نمی کنند؟ یکم، می دانیم که کتاب مقدس کلام خداست، اما باور نمی کنیم. آنها باوری ندارند که کتاب مقدس کلام خداست، بلکه فکر می کنند که تنها کتاب دینی مسیحیت می باشد. این معنای آن را ندارد که آنها به خدا یا به عیسی مسیح ایمان ندارند. اگر مسیحیان در حقیقت باوری داشته باشند که کتاب مقدس کلام خداست، آن را همچون خود حیات می شمارند. دوم، عیسی مسیح را همچون قهرمان اساسی کلام می دانیم، ولی او را دوست نمی داریم. با واسطه کلام عیسی مسیح را درست شناختن، دوست داشتن و ایمان آوردن این یک چیز است. اگر مسیحیان حقیقتاً عیسی مسیح را همچون نجات دهنده خود دانند و او را با تمام دل، قوت، هوش و جان خود با واسطه ایمان دوست دارند، بی‌شبهه کلام او را مثل حیات خود نگاه می دارند. سیوم، زیرا ما واقعیت شدید جنگ روحانی را با شیطان که در هوا حکمران است نمی دانیم. شیطان می داند که کلام خدا تا چه اندازه اسلحه پرقوت جنگ روحانی است. از این رو او می خواهد که ما همه چیز را بدون تکیه به کلام اجرا کنیم. اما مسیحیان واقعیت جنگ روحانی و قدرت کلام را هم نمی دانند. چهارم، زیرا ما گمان میکنیم که خدا را محبت و فیض او را عیسی مسیح و صلیب عیسی مسیح را علاقه میدونیم. حتی اگر ما تمام عمر خود را با تمام قوت کوشش کنیم هم
наметавонем муҳаббат ва файзи худо ва исои масеҳро пурра дарк намоем. аз ин рӯ бояд пайваста тавассути каломи худо биомӯзем, имон оварем ва дӯст дорем. панҷум, фикр мекунем ки калом хеле душвор аст. агар бо ақлу дониш наздик шавем, китоби муқаддас душвортарин китоб дар рӯи олам мегардад. аммо агар бо файз ва имон наздик шавем, он осонтарин китоб дар рӯи олам мегардад. шашум, ба ҷои он ки ҳар рӯз тавассути каломи ӯ бо худо ҳамроҳ шавем, мо кӯшиш мекунем ки барои ӯ коре анҷом диҳем. хизмат, расонидани хушхабар, миссияҳо, ҳамду сано ва дуо, рӯза ва ҳатто нигоҳ доштани ҷои ибодат ҳам, агар мо худро бо калом инкор накунем, ҳамаи инҳо ба кор табдил меёбанд. ҳафтум, ҳатто агар каломи худоро нигоҳ надорем ҳам, ҷисми мо ҳанӯз зинда аст. гарчанде ки масеҳиён на танҳо мавҷудияти ҷисмонӣ, балки мавҷудияти рӯҳонӣ доранд, онҳо марги рӯҳро дарк намекунанд. зеро ҳатто вақте ки рӯҳ бе калом тадриҷан мемирад, ҷисм ҳанӯз зинда мемонад. ҳаштум, зеро мо аввал корҳои таъҷилиро мекунем, на корҳои муҳимро. дар ин ҷаҳон ҳеҷ коре муҳимтар аз шинохтани худое нест, ки ба мо тӯҳфаи ҳаёти ҷовидониро ройгон додааст, ва ҳеҷ чиз муҳимтар аз ҳамроҳ будан бо наҷотдиҳанда Исои Масеҳ нест. нуҳум, зеро мо аввал корҳоеро мекунем, ки мехоҳем, на он корҳое, ки бояд кунем. ҳар рӯз дар вақти аввал зону зада хоксорона дар назди калом ва эътироф кардани худоро табиати гунаҳкории мо рад мекунад. бинобар ин мо пеш аз ҳама он корҳоеро анҷом медиҳем, ки моро намоён месозанд, ва корҳоеро, ки худамон мехоҳем. даҳум, мо ҳамеша мегӯем, ки вақт надорем ва мегӯем дафъаи дигар. агар субҳ бошад, нисфи рӯзӣ, агар нисфи рӯзӣ бошад, шом, агар шом бошад, рӯзи дигар мегӯем, ки аз моҳи оянда сар мекунем. ин на он аст, ки вақт надорем, балки аз он аст, ки дар асл ба вуҷуд доштани дафъаи дигар бовар мекунем. каломи худованд ҳаёт аст. агар масеҳиён бе калом зиндагӣ кунанд, ҷисман зиндаанд, аммо мисли мурдаанд. ҳаёти масеҳиёне, ки каломи худоро ҳамчун ҳаёт нигоҳ медоранд, идома меёбад.